تا حالا فکر کردی اگه یه روزی 50 تا 200 میلیون تومان نقد داشتی باهاش چی کار میکردی؟ میذاری توی حساب بانکی بمونه یا باهاش شروع یه تغییر جدید رو رقم میزدی؟ واقعیت اینه که توی دنیای امروز این میزان پول شاید رقم بزرگی نباشه، ولی اگه فقط بمونه توی حساب ارزشش هر روز کمتر میشه. پس بیایم با هم ببینیم تا 200 میلیون تومان کجاها میتونیم هوشمندانه سرمایه گذاری کنیم تا هم ارزش پولمون حفظ بشه و هم رشد بکنه. چطوری تصمیم بگیریم کجا سرمایه گذاری کنیم؟ اول از همه باید بدونید تصمیم درست به 3 تا چیز بستگی داره: دانش، هدف و ریسک پذیری. تو چه بازاری تبحر داری و دانش بیشتری داری؟ میخوای سرمایه‌ات امن بمونه یا دنبال سود بالاتری، یا میخوای یه چیزی بخری؟ میخوای سریع به نتیجه برسی یا بلند مدت فکر میکنی، یا اصلا چقدر میتونی ریسک رو تحمل کنی؟ وقتی به این 3 تا سوال جواب بدی، اون وقت مسیر توی سرمایه گذاری با 200 میلیون تومان روشن‌تر میشه. طلا همیشه امن‌ترین دارایی برای سرمایه گذار است. اگه هدف اصلی حفظ ارزش پول در برابر تورمه، خرید طلای آب شده یا حتی ترکیبش با مقدار کمی دلار گزینه ایدئالیه. طلای آب شده اجرت نداره، مالیات نداره و نقشه‌بندیش هم بالاست. از طرفی چون قیمتش با نرخ ارز و اونس جهانی بالا میره، در بلند مدت یکی از کم ریسک ترین مسیرهای سرمایه گذاری. اگه به بازارهای مالی علاقه داری، بورس یکی از گزینه‌های خوبه. اما برای موفقیت توی بورس باید یا آموزش ببینی یا از مسیر غیر مستقیم وارد بشی. یعنی سرمایه‌ات رو توی صندوق‌های سرمایه گذاری بذاری، مثل صندوق‌های طلا، صندوق‌های درآمد ثابت یا صندوق‌های ترکیبی. در این حالت تیم‌های حرفه‌ای به جای تو سهم می‌خرن و می‌فروشن و ریسک سرمایه گذاری کنترل شده تر میشه. گاهی بهترین سرمایه گذاری اصلا توی بازارهای مالی نیست، روی خودته. با 50 تا 200 میلیون تومان میتونی یک کسب و کار کوچیک را بندازی، مثل یک کارگاه خدماتی یا تولیدی که هم درآمدزاست هم مستقلت میکنه. مثلا کارگاه تعمیرات موبایل یا لپتاپ، مرکز خدمات دیجیتال و تولید محتوا، کارگاه بسته‌بندی محصولات خوراکی، تولید نایلون یا حتی سفره یکبار مصرف. این مدل سرمایه گذاری ها اگر درست مدیریت بشن میتونن سود ماهانه بالایی داشته باشن و به مرور رشد کنن. اگر دنبال حوزه‌های نو و پرپتانسیلی، میتونی بخشی از سرمایه‌ات مثل 5 تا 10% رو وارد بازار ارز دیجیتال یا NFT کنی. اما فقط به شرطی که دانش کافی در این زمینه رو هم به دست بیاری. بازار رمز ارزها میتونه سودهای بزرگی بده ولی نوسانش هم بالاست. بنابراین همیشه با دید بلند مدت و مدیریت ریسک وارد شد. 50 تا 200 میلیون تومان اگه درست مدیریت بشه میتونه نقطه شروع یه آینده مالی مطمئن باشه. فرق نمیکنه به طلا علاقه داری، بورس، کریپتو یا حتی کارآفرینی. اصلش اینه که سرمایه در حرکت باشه، نه در سکون.